تروریست‌های داخل و خارج زندان کار می‌کنند. او در سال 2009 یک مرکز مشاوره برای مبارزه با افراطگرایی خشونت‌آمیز به راه انداخت. طی این مدت موفق به تعدیل عقاید ده‌ها نفر از کسانی شد که به اسلامگرایی افراطی روی آورده بودند. این هم یک نوع جنگ است. وقتی وارد زندانی می‌شوید که این افراد در آن بودند، باید اعتبار خود را در محیطی به کرسی بنشانید که پر از خشونت است. محیط‌هایی که در وسط نماز جمعه دشنه به گلویتان فرو می‌کنند. وقتی این نوع افراد نزد من می‌آیند، می‌توانم این حس خشونت و بقا را که در زندان پرورش یافته از آنها بگیرم و دور بیاندازم و همینطور تصویری را که از خودشان دارند به تصویر سالمتر و بهتری تبدیل کنم. حملات تروریستی اخیر در بریتانیا و در اروپا بار دیگر نگاه‌ها را متوجه افراطگرایی در زندان‌ها کرده. عاملان این حملات اغلب در داخل زندان رادیکالیزه شده بودند. آیا رادیکالیزاسیون در زندان‌ها رو به افزایش است؟ دقیقاً نمی‌دانیم چون آمار دقیقی در دست نیست. اما پس از آزادی چه بر سر زندانیان می‌آید؟ چگونه می‌توانند جایی برای خود در جامعه بیابند؟ تخمین زده می شود که در زندان‌های بریتانیا 130 تروریست وجود دارد، اما تعداد زیادی از افرادی که قبلاً به خاطر حملات تروریستی محکوم شده بودند، پس از گذراندن دوران محکومیتشان وارد جامعه می شوند. این مسئله به ویژه پس از حملاتی شبیه آنچه در مارس گذشته در لندن رخ داد، برای سازمان‌های امنیتی بریتانیا مشکل ساز شده. عثمان به این مسجد در شرق لندن هم سر می‌زند. او در اینجا با گروهی کار می‌کند که هدفشان شناسایی و کمک به کسانی است که در معرض خطر گرویدن به ایدئولوژی‌های افراطی هستند. او همچنین با امامان مسجد، ماموران پلیس و کسانی کار می‌کند که قبلاً به آنها برای افراط زدایی کمک کرده. جردن هورنر یکی از این افراد است. او دوبار به خاطر تبلیغ خشونت‌آمیز دین در لندن به زندان افتاده بود. وقتی به زندان آمدم به خاطر برخی کارهایی که کرده بودم شهرت داشتم و اینطور نبود که فکر کنند من در خطر افراطگرایی قرار داشته باشم. کاملا برعکس، در واقع می‌ترسیدند که من دیگران را افراطی کنم. به همین دلیل بارها مرا انتقال دادند و در سلول انفرادی نگه می‌داشتند. از یک بخش زندان به بخش دیگر می‌بردند و به جاهای مختلف بریتانیا و آخرش از بلمارش سر درآوردم که زندان بسیار امنیتی است. و اگر راستش رو بگویم همه اینها فقط ایدئولوژی مرا محکم‌تر کرد و هیچ چیز را تغییر نداد. چطور میتوان ایدئولوژی را تغییر داد که باعث شد جردن به گشت مسلمانان بپیوندد و در ساخت آن 2 کلیپ ویدئویی شرکت کند که منجر به 2 بار محکومیت و زندان به خاطر ضرب و شتم و اعمال خشونت شد؟ جردن پس از اینکه از زندان آزاد شد، مأمور ناظر به او پیشنهاد کرد با عثمان تماس بگیرد. جردن میگوید که عثمان به او کمک کرد که خشمی را که به این ایدئولوژی افراطی منجر شده بود کنترل کند و او را متقاعد کرد که ورزش‌های رزمی را آغاز کند. اولین بار که به اسلام روی آوردم احساسی که داشتم احساس برادری بود. کسانی بودند که از این حس سوء استفاده می‌کردند، همانطور که از سیاست سوء استفاده می‌کنند. درباره سیاست بین الملل صحبت می‌کردند و لحنشان مذهبی می‌شد تا تار نفرت از دیگران را به دور شما بتنند. وقتی فرصت فکر کردن و تحلیل اعمالم را پیدا کردم، عثمان به من گفت خانواده‌ات را در همان وضعیت تصور کن و ببین آیا اسلام انجام این اعمال نسبت به خانواده خودت را هم تایید می‌کند؟ کسانی که می‌بینید به داعش ملحق می‌شوند یا کسانی که به افراطیگری روی می‌آورند، افرادی هستند که نسبت به هم-نوعان خاصی احساس تعهد دارند و وقتی این تعهد در قالب نفرت قرار می‌گیرد، مشکل پیدا می‌شود. نفرت این شکل را به خود می‌گیرد که اگر یکی از ما را کشتند، ما هم حق داریم یکی از آنها را بکشیم. اما از دید سنتی اسلام در مسائلی که به کل بشریت مربوط می شود، اگر یک عضو به درد آید همه اعضا هم به درد خواهند آمد.
وقتی با افراطگرایی روبرو هستیم هیچ سد جنسیتی وجود ندارد و این را هیچ کس بهتر از آنجلا همسر عثمان نمی‌داند. او هم در زندان و هم پس از آزادی با تروریست‌های زن که محکومیتشان قطعی شده است کار می‌کند. اینجا در جلسه تمرین اعضای گروه محلی را برای کار کردن با زندانیان آزاد شده آماده می‌کند. آنجلا پزشک است و مادر 4 فرزند. به چه دلیل او تا این حد مصمم است که به این کار وقتگیر و احساس برانگیز ادامه بدهد؟ موقعی که حملات نوامبر 2015 پاریس رخ داد، با 2 دختر کوچکم در فروشگاهی بودیم و دخترم آن موقع 3-4 سال بیشتر نداشت. به مردی که از کنارمان می‌گذشت سلام کرد. مرد برگشت و گفت به من سلام نکن مسلمان کثیف. گفتم ببخشید چی گفتید؟ و تکرار کرد گفتم به من سلام نکن مسلمان کثیف. من کاملا شوکه شده بودم. گفت ببین مردم شما در پاریس چه کار کردند. این واکنش‌های اسلام هراسانه باعث تایید شعارهای جهادی‌ها می‌شود و استدلال‌های افراطی‌های مسلمانان را تقویت می‌کند. کسانی که می‌گویند همه این مردم با مسلمان‌ها بد هستند. builds up the jihadist rhetoric. It builds up the Muslim extremist argument that look they are against you. با آنکه در مجموع تعداد افراطی‌های مسلمان در بریتانیا کم است، تأثیر آن بر جامعه مسلمان بریتانیا بسیار گسترده بوده. عثمان و آنجلا می‌خواهند اسلام هراسی را در بریتانیا کاهش دهند و همچنین به کسانی که به افراطگرایی روی آوردند کمک کنند تا دوباره به جریان اصلی جامعه بپیوندند. این مرد اشفق صدیق هم همین هدف را دارد. اشفق که 30 سال مأمور انتظامی بوده، داوطلبانه در کارهای اجتماعی شرکت می‌کند. او گزارشی درباره فساد پلیس و مأموران خدمت در زندان‌های بریتانیا تهیه کرده. وارد زندان که میشوید همه جور دسته‌بندی پیدا میکنید. دسته‌های مسلمان، مسیحی و تنها در صورتی که حاضر باشید به نبرد برخیزید و در این نبرد پیروز شوید این دسته‌بندی‌ها بیشتر خواهد شد، چون با وضعیت فعلی همه مسلمان‌ها یک جا جمع میشوند، از جمله آنها که افراطی شدند و برخی از اینها خیلی جذبه دارند، باهوش هستند و حیله‌های زیادی در آستین دارند. میدانند چه بگویند و روی کدام حساسیت فردی که در وضعیت آسیب پذیر است انگشت بگذارند. کسانی که نیاز به حمایت دارند و هیچ چیز دیگری در زندگی ندارند. پرتاب آزمایشی موشک بالستیک کره شمالی به گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی سحرگاه امروز به وقت محلی صورت گرفت. پرزیدنت ترامپ در توییتی این عمل کره شمالی را بی‌احترامی رژیم پیونگیانگ به چین و رهبری آن توصیف کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اندکی پیشتر در جلسه اضطراری دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته بود برای مهار برنامه اتمی کره شمالی متحد شوند. در پرتو تهدیدهای فزاینده کره شمالی زمان آن رسیده است که همه ما فشار بیشتری بر این کشور وارد کنیم تا این مسیر خطرناک را کنار بگذارد. من از این شورا می‌خواهم قبل از آن که کره شمالی وارد عمل شود اقدام کند. چو هیوک سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی آزمایش موشکی امروز را سومین آزمایش در یک ماه گذشته خواند و به همسایه شمالیش هشدار داد در صورت ادامه این تحریکات با واکنش‌های تنبیهی مواجه خواهد شد. ما هشدار می‌دهیم اگر کره شمالی به بازی با آتش ادامه دهد و به خواست جهان برای غیر اتمی شدن توجه نکند، با اقدامات شدید تنبیهی کشورهای جهان و شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو خواهد شد. به گفته یوشی هایتسوگا سخنگوی دولت ژاپن، موشکی که امروز پرتاب شد پس از طی مسیری در حدود 50 کیلومتر منفجر و منهدم شد. ژاپن همزمان با متوقف ساختن حرکت قطارهای زیرزمینی در خط اصلی مترو توکیو واکنش نشان داده بود. این تعطیلی موقت بر جابجایی 13,000 مسافر تاثیر گذاشت. در همین حال یکی از شبکه‌های خبری ژاپن تصاویری را پخش کرد که حرکت ناو هواپیمابر آمریکایی کارل وینسون از ساحل ناکازاکی در جنوب ژاپن را در ساعت 6:30 صبح امروز، یعنی 1 ساعت پس از آزمایش موشکی کره شمالی، نشان می‌دهد.
به گزارش این شبکه خبری قرار است کارل وینسون در یک مانور مشترک با کره جنوبی برای نشان دادن توان نظامی در مقابله با کره شمالی شرکت کند. در بریتانیا وبسایت دیلی میل برای یادآوری خطر بروز جنگ در شبه جزیره کره امروز تاریخچه مصوری از نخستین جنگ آمریکا در کره را چاپ کرد که سابقه آن به 64 سال پیش با حمله کره شمالی به کره جنوبی در دوران رهبری کیم ایل سونگ پدر بزرگ کیم جینگ اون رهبر فعلی کره شمالی باز می‌گردد. در آن جنگ صدها هزار نظامی، بیش از 2 میلیون غیر نظامی و 33,000 نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند. دونالد ترامپ از اول با توپ پر علیه ایران به ریاست جمهوری انتخاب شد. موضعش به تیزی بقیه جمهوری خواهانی نبود که چشم به کاخ سفید داشتند، اما به خصوص در روزهای اخیر لحن دولتش درباره ایران تندتر شده است. از آینده توافق هسته‌ای تا سیاست جمهوری اسلامی در منطقه و همینطور ادامه برنامه موشکیش از موارد تنش بین آمریکا و ایران است. تحلیلگران و اندیشکده‌هایی که با دولت جدید امیدوارند بیش از پیش در کاخ سفید گوش شنوا داشته باشند، میگویند نتیجه انتخابات ایران آنقدر فرقی برای دولت آمریکا ندارد. میشه گفت هر فردی توی خیابون پاستور باشه، مثلا اصلاح طلب، محافظه‌کار، اصولگرا، هرچی، به اون شدت فرقی واسه سیاست خارجه و منافع ملی آمریکا نداشته، چون همشون از حامیان جمهوری اسلامی بودن. پرونده موشک بالستیک، پرونده هسته‌ای، مخصوصاً پرونده آینده برجام، موضوع منطقه خلیج فارس، سوریه، آینده رژیم اسد، اکثر این چیزا زیر دست سپاه پاسدارانه و نه وزارت خارجه یا رئیس جمهور. بنابراین به اون صورت برای دولت ترامپ فرقی نخواهد کرد، چون این پرونده اصولا در دست سپاه پاسدارانه و نه آدمی که ساکن خیابون پاستوره. در هفته‌های گذشته کنگره آمریکا که برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران خیز برداشته بود، بحث درباره این تحریم‌های جدید را به ملاحظه انتخابات ایران به بعد از آن موکول کرد. آن هم در روزهایی که هنوز بحث‌ها درباره ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا داغ است. دیدگاه غالب در حزب جمهوری‌خواه و به طور کلی در رهبری دولت فعلی آمریکا این هست که دولت آمریکا امکان تاثیرگذاری بر انتخابات ایران رو نداره و بنابراین بهتر هست از اقدامی که به نفع هیچ جناحی تمام بشه در ایران پرهیز بکنه تا بعد از انتخابات، برای اینکه ممکنه اینها بتونن گامی بردارن ولی پیش بینی نتایج اون گام مشخص نیست. اما عده اقلیتی هم هستند در دولت فعلی آمریکا که آرمانگراتر هستند و معتقد به این هستند که شکست آقای روحانی در انتخابات به نفع پروژه‌ای هست که اونها دارن و اینکه دوباره بتونن در واقع انزوای ایران رو احیا بکنن و یک اجماع جهانی بر علیه ایران ایجاد بکنن و به همین لحاظ دنبال اقداماتی هستن که آقای روحانی رو تضعیف بکنه در انتخابات. در حال حاضر من فکر میکنم اکثریت با گروه عملگراتر هست که ترجیح میدن اصلا وارد این میدان نشن. دولت دونالد ترامپ حالا میگوید هرچند ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده، اما به روح توافق عمل نکرده و سیاست کاخ سفید در قبال ایران در دست بازبینی است. کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که نقش مخربی در ثبات منطقه دارد و برنامه موشکیش هم تهدیدی برای آمریکا و همپیمانانش است. حامیان شدت عمل در قبال ایران میگویند گذشته از حرف، اقدام‌هایی که آمریکا ممکن است بکند به رویکرد دولت بعدی ایران هم بستگی دارد. اگر روحانی بار دوم انتخاب بشه، میشه گفت که میخواد همون راهبرد رو ادامه بده، یعنی از آمریکا عیب و ایراد بگیره، بگه چرا این دولت، یعنی دولت ترامپ، پاراپاهورس حامی برجام نیست. امکانش هست که اگه یه نامزد
محافظه‌کار یا به اصطلاح اصولگرا انتخاب شه، به این صورت، یعنی به صورت دولت آقای روحانی وابسته به آینده برجام نخواهد بود و شاید یه کاری بکنه که آمریکا رو وادار کنه که برجام رو نقض کنه. همین حالا هم لحن ایران و آمریکا در قبال یکدیگر باز به سوی تندی سالهای پیش از توافق می رود. آنچه واشنگتن بابتش از تهران انتقاد می کند هیچ کدام تازه نیست. دولت باراک اوباما هم که توافق هسته‌ای را یک میراث عمده خود می‌دانست، بابت برنامه موشکی ایران رفتارش در منطقه از جمله در سوریه و یمن نقض حقوق بشر و همینطور تهدید اسرائیل به ایران میتاخت. تنش‌هایی که ناظران میگویند به هر حال روی توافق هسته‌ای سنگینی می‌کند. دولت آمریکا اگر الان به این نتیجه نرسه، نهایتاً در آینده به این نتیجه خواهد رسید که به دنبال این هست که فشار رو بر ایران زیاد بکنه و اگر دولت میان روی در ایران بر سر کار نباشه، این امر تسهیل خواهد شد. در این کمتر از 100 روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ خیلی ها در زمینهای مختلفی علائم متفاوت و گاه متناقضی از این دولت دیدند. گویی دولت جدید هنوز در همه امور به سیاست قاطع و واحدی نرسیده است. با توجه به تغییر و تحولات در سمت‌های تعیین کننده مثل شورای امنیت ملی آمریکا، غیر منتظره نیست که سیاست دولت دونالد ترامپ هنوز در قبال ایران و از جمله در مورد انتخابات پیش رو در حال شکل گیری بوده است. تجمع انتخاباتی طرفداران ابراهیم رئیسی در تهران. یک روز پس از اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، آقای رئیسی از به قول او ضعف مدیریت اجرایی کشور انتقاد کرد و از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم گفت. چرا بعد از 38 سال نظام اداری کشور تراز نظام اداری مورد توقع نظام اسلامی نیست؟ این هم تجمع انتخاباتی حسن روحانی در یزد، استان زادگاه محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلب اسبق ایران. برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد آقای خاتمی به خاطر همراهیش با معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌انگیز سال 88 در سالهای اخیر با محدودیت‌های امنیتی روبرو بوده. این هم شعاری یادآور رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 که حالا بیش از 6 سال است در حبس خانگی. آقای روحانی پیشتر در کرمان بود. استان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام. او در انتخابات قبلی از حسن روحانی حمایت کرده بود. آقای روحانی امروز گفت راه هاشمی رفسنجانی باید ادامه پیدا کند. راه به گفته او اعتدال و اصلاحات. آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی از حمایت اصلاح طلبان برخوردار شد. در این دوره هم گزینه اصلی اصلاح طلبان است. هرچند معاون اول او در دولت فعلی میگوید به عنوان نماینده جریان اصلاح طلب وارد عرصه انتخابات شده. اینم واقعا از پدیده‌های عجیبه که جناب عالی به عنوان معاون محترم رئیس جمهور نامزد شدید، اومدید و در حقیقت البته حق شهروندی شما هست. شما هم میگی ما یه رقیبیم، ولی حالا مردم باید قضاوت کنن. صداقت شما چند روز آینده معلوم خواهد شد که واقعا شما هستید نیستید. یه جریان به نام جریان اصلاح طلب شما از همه حقوق محرومشون کردین، میگین یه کاندیدام نداشته باشه بیا تو مناظرات حرف جریان اصلاح طلب بزنه. حضور فعال و پررنگ آقای جهانگیری در مناظره به عنوان نماینده اصلاح طلبان بعضی را به فکر انداخته که چه بسا او کاندیدای پوششی آقای روحانی نباشد و حتی آقای روحانی به نفع او کناره‌گیری کند. وقتی که ما دولت تحویل گرفتیم شرایط سیاسی کشور کدوم مقام‌ها رو شما رو در روی هم قرار، یعنی شما و جریان اون دولت رو در روی هم قرار نداد. با آقای هاشمی رفسنجانی چه کرد؟ با آقای ناطق نوری چه کرد؟ بالاخره اون فضای سیاسیش جریانا رو همه رو خونه‌نشین کردن.
به همه ضربه زدن، رو در رو هم قرار دادن. ولی نایب رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان امروز گفت که آقای جهانگیری وارد عرصه شده تا از فضای انتخاباتی برای بیان دیدگاه‌های اصلاح طلبان استفاده کند. به گفته عبدالواحد موسوی لاری، حسن روحانی نامزد اصلاح طلبان است و تغییر نمی‌کند. گام‌های خسته از جنگ. رهبر یک از گروه‌های اصلی مخالف بعد از 16 سال رویارویی با دولت افغانستان و متحدان بین‌المللی‌اش امروز جنگ را پدیده شو می‌خواند و از طالبان، بزرگترین گروه مخالف دولت، خواست خشونت را کنار بگذارند. این رهبر پرنفوذ جهادی که جنگجویانش همتراز با طالبان با نیروهای خارجی و افغان می‌جنگیدند، مبارزه مسلحانه طالبان را نامشروع اعلام کرد. جنگی رو که در مسجد و علیه کسانی که در حال سجده و عبادت باشن قبول ندارم. اونها فکر میکنن با شلیک به نمازگزارا به بهشت میرن. خدا خونتون رو خراب کنه. رهبر حزب اسلامی با انتقاد تلویحی از حکومت وحدت ملی گفت افغانستان نیاز به حکومت مرکزی نیرومند دارد. حکمتیار با مشخص کردن خطوط کلی حرکت بعدیش اعلام کرد حاضر است بدون هیچ پیش شرطی با هر گروه وارد ائتلاف و همکاری شود. فضایی در افغانستان ایجاد کنیم که همه زیر یک چتر در افغانستان واحد، در خانه مشترک همه، خانه مشترک همه افغانان، همه اقوام، برادروار با حقوق مساوی بدون ترس بیم از همدیگر زیر پرچم اسلام و در فضای مملو از عدالت برادروار زندگی کنیم. د افغانانو د یووالي لپاره کار. نشستن پای سخنرانی رهبری که پیروانش سالها انتظار دیدارش را داشتند برای آنها به یک آرمان تبدیل شده بود. دولت مرکزی افغانستان چیزی که اسلام میخواد، شریعت میخواد، اگر اون کارا بشه نه به طالب جای جنگ میمونه نه به دیگه عذاب. این نخستین بار است که آقای حکمتیار پس از سالها غیبت معماگونه‌اش در یک اجتماع بزرگ متشکل از خبرنگاران و تعداد زیادی از هوادارانش اینجا در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان در شرق افغانستان حضور می‌یابد. بازگشت آقای حکمتیار به جامعه یک دستاورد بزرگ هم برای دولت افغانستان و هم برای جامعه بین‌المللی است. اما چالشی که پیش روی آقای حکمتیار قرار دارد این است که باید در مورد عملکرد نیروهایش در 16 سال گذشته توضیح بدهد. آقای حکمتیار که حزبش یکی از طرفهای اصلی جنگ داخلی به خصوص در کابل بعد از پیروزی مجاهدین در سال 1371 بود، گفت که باید گذشته را فراموش کرد و فصل تازه‌ای در تاریخ افغانستان گشود. چگونه میتوان پسماندهای صنعتی را به منابع با ارزش تبدیل کرد؟ دانشمندان یونانی فناوری جدیدی طراحی کردند که با آن میتوان از زباله آلومینیوم عناصر خاکی کمیاب استخراج کرد. در کارخانه آلومینیوم یونان هستیم که کارخانه بازفراوری پسماندهای بجامانده از سنگ معدن فلز آلومینیوم یا بوکسیت است. هر یک تن آلومینیوم حدود 1.6 تن سنگ معدن فلز آلومینیوم تولید می‌کند که به لجن قرمز معروف است. این تصور وجود دارد که پسماندهای آلومینیوم دور ریختنی هستند، اما از این سنگ معدن‌ها می‌توان در آینده استفاده کرد. ضایعات بوکسیت شامل عناصر با ارزشی مانند آهن، تیتانیوم، سیلیکون، اسکاندیوم و فلزات خاکی کمیاب است. ما فکر می‌کنیم که در آینده می‌توان تمام این عناصر را تهیه کرد. عناصر خاکی کمیاب مواد با ارزشی هستند. این عناصر قادرند خواص مواد دیگر را به شدت تغییر دهند. آلومینیوم بازیافتی در ساخت توربین، خودرو، کامپیوتر، تلفن هوشمند و حتی در فناوری‌های عالی قابل استفاده است. در هر یک تن از این زباله بوکسیت به طور خاص 1.5 کیلوگرم عناصر خاکی کمیاب وجود دارد. 1.5 کیلوگرم ظاهرا زیاد نیست، اما وقتی محاسبات ریاضی انجام دهید می‌بینید که سالانه از 7000 تن از این زباله چقدر فلز کمیاب می‌توان استخراج کرد. این میزان معادل 10% تقاضای سالانه اروپا برای عناصر خاکی کمیاب است.
دانشمندان طرحی تحقیقاتی در اروپا در تلاشند تا این عناصر با ارزش را با روشی مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست استخراج کنند. هدف این طرح این است که بازارهای اروپا از واردات عناصر خاکی کمیاب بی‌نیاز شود. به سراغ مهندسان این طرح در آتن می‌رویم تا ببینیم چگونه این عناصر خاکی کمیاب را از لجن قرمز استخراج می‌کنند. مزیت اصلی این روش بازیافتی این است که می‌توان عناصر خاکی کمیاب را برای استخراج انتخاب کرد. در واقع در این روش عناصری از ماده جامد حل می‌شود که به آنها نیاز داریم. در نتیجه هم از نظر اقتصادی به صرفه است و هم به محیط زیست آسیب نمی‌رساند. در این روش به جای حلال‌های معمولی از حلال‌های یونی استفاده می‌شود. ساختار مایع یونی مانند ساختار نمک طعام است. در واقع حلال یونی نمکی است که در دمای اتاق به صورت مایع است. دانشمندان ابتدا پودر لژن قرمز را که پسماند آلومینیوم است وزن می‌کنند. پسماند بوکسیت را وارد راکتور حاوی حلال یونی می‌کنیم. این فرایند شبیه فرایند تهیه چای یا قهوه است که ماده مورد نیازتان را با استفاده از آب جدا می‌کنید. فرایند حل شدن عناصر خاکی کمیاب در مایع یونی چند ساعت طول می‌کشد. مخلوط سپس از فیلتری عبور داده می‌شود تا مواد زائد جامدی را که می‌توان بعداً بازیافت کرد از آن جدا کرد. سپس مقداری اسید به کل محلول افزوده می‌شود تا محلول به حالت اولیه‌اش بازگردد. ماده‌ای که به دست می‌آید در نهایت عصاره‌ای با ارزش از عناصر خاکی کمیاب است. مزیت حلال‌های یونی نسبت به حلال‌های معمولی چیست؟ مایعات یونی تماماً از یون تشکیل شدند و مهمترین مزیتشان این است که غیر قابل اشتعال و غیر فرار هستند. در نتیجه به هنگام استفاده از آنها در دمای بالا امکان آتش‌سوزی وجود ندارد و برای سلامتی هم خطری ندارند. حلال‌های یونی را می‌توان به صورت جداگانه هم ساخت. این حلال‌ها با خواص شیمیاییشان راه را برای استفاده پایدار از منابع فسیلی نیز باز می‌کنند. پژوهشگران موزه تاریخ طبیعی ساندیگو میگویند ابزار سنگی و استخوان‌های شکسته حیوانات باستانی که در اوایل دهه 1990 کشف شده حاکی از آن است که انسان 130,000 سال پیش در آمریکا حضور داشته است. شواهد پیشین ولی حضور انسان در این قاره را 14,000 تا 15,000 سال پیش بینی کرده بود. ما استخوان‌های حیوانات ماقبل تاریخی را جمع‌آوری کردیم که نشان از وجود انسان در 130,000 سال پیش دارد. این مطالعه منطقه حفاری شده را قدیمی‌ترین محل باستانشناسی در آمریکای شمالی می‌سازد و تاریخ ورود انسان به این قاره را تغییر می‌دهد. کشف این ابزار سنگی و استخوان‌های قطع شده نظریه‌های پیشین دانشمندان را به زیر سوال برده و برخی به این نظریه جدید با شک و تردید می‌نگرند و می‌گویند از آنجا که این استخوان‌ها در محل بنای یک جاده کشف شده، این استخوان‌ها می‌تواند توسط ماشین‌های بزرگ جاده‌سازی شکسته شده باشد و نه انسان‌های باستان. بولدوزر با گوشه این قطعه صاف تماس پیدا کرده بود ولی باقی اون آسیب ندیده بود و بعد که ما به عمق بیشتر از 3 متر رفتیم دیگر امکان تماس بولدوزر با این استخوان و ابزارها وجود نداشت. به رغم اینکه هنوز هیچ گونه استخوان انسان در این منطقه حفاری نشده است، نحوه شکستن استخوان حیوانات این پژوهشگران را متقاعد کرده که انسان عامل شکستن آنها بوده. مطالعه و مقایسه کامپیوتری نیز این نظریه را که انسان پیشتر از آنچه قبلا تصور می‌شد به قاره آمریکا آمده است تایید کرده است. سر و صدای زیادی داره ولی بعدش کوتاه میاد. عرض کردم در رابطه با یه موضوع مهمیه برای آمریکا در رابطه با روسیه، راجع به خاورمیانه، راجع به فرض کنید بحث سوریه، قمپوز، همین تعبیری که در لفظ ایرانی هست. من برام اون شوک آور بود که یک دفعه در حال رفتن جلو با روسیه بود، یه دفعه زد زیر میز و همه چیز رو به هم ریخت. یعنی اصلا انتظار نداشتم دیگه اینقدر آدم بی‌قاعده باشه. دوره اوباما خب
از نظر تهدیدهایی که آمریکا داشت خیلی آرومتر شده بود. 8 سالی بود که حداقل یه اصول صلح طلبانه‌ای داشت پیش میرفت، ولی به محض اومدن ترامپ تظاهرات شروع شد، سوریه، فلسطین، بمبارون، تهدیدهای نظامی، تهدیدهای جنگی. هر چی که اینها بیشتر بره جلو، خب دنیا از لحاظ آرامش مخصوصا محدوده خاورمیانه تشنج میخوره. اگر من اشتباه نکنم الان با کره شمالی توی بحث‌های سیاسی و نظامی هن که گاهی میشه ازش احساس کرد که بتونه یه کلیدی بخوره برای شروع جنگ جهانی سوم این وضعیت. چیزی که من رو خیلی ترسون این دسته‌بندی انسان‌ها بود. فکر می‌کنم که دنیا به اندازه کافی، تاریخ به اندازه کافی اینو به ما نشون داده که جدا کردن آدم‌ها از همدیگه هیچ وقت هیچ چیز خوبی نداشته. دیوار کشیدن نه در برلین نه در آمریکا نتیجه نمیده و اینکه همیشه فاجعه بوده. ترامپ کلا داره فقط میگه من، کشور من، و این منو کشورش هم نمیگه، فقط منو میگه. خب وقتی که حتی تظاهرات مردمش هم میبینه ولی خیلی راحت توی خیابونا یا هر جای دیگه‌ای داره تفریح میکنه، یعنی مردم منم برام مهم نیستن و فقط خودم و خانواده‌ام میبینم. پس این حقوق بشر نمیتونه باشه. بیشترین چیزیش که منو متعجب کرده که ممنوعیت ایرانیا بود که حتی بعضی از ایرانیایی که مقیم کشور آمریکا بودن و از آمریکا آمده بودن بیرون هم نمیذاشت دیگه داخل کشورشون بشه. یکی هم بمباران سوریه.